کوروش ناظمیان اهل کرمانشاه بود و در دهه‌های پیش از انقلاب اسلامی به عنوان فردی موفق و شناخته شده در حوزه کاری خود فعالیت می‌کرد. او در زمان ازدواجش با معصی در سال 1346 رئیس شرکت واحد اتوبوسرانی آبادان بود و بعدها گفته شد که در مقطعی مدیریت شرکت کشتیرانی جنوب را نیز بر عهده داشته است. معصی که با نام اصلی خدیجه یا افتخار ددبالا در 25 آبان 1325 در تهران متولد شده بود، در آن زمان در اوج جوانی و در آغاز مسیر هنریش قرار داشت. این ازدواج برای معصی که عاشقانه به همسرش دل بسته بود، نقطه عطفی در زندگی شخصیش به شمار می‌رفت. ثمره این ازدواج تنها دختری به نام سحر بود که در سال 1347 به دنیا آمد، اما این زندگی مشترک که در ابتدا با عشق و امید آغاز شده بود دوام چندانی نداشت و به جدایی تلخی منجر شد که تأثیر عمیقی بر روحیه و آثار هنری معصی گذاشت. یکی از جنجالی ترین بخش‌های زندگی کوروش ناظمیان جداییش از معصی و ازدواج بعدیش با فیروزه، خواننده معروف به سبک کوچه بازاری است. این رخداد در دهه 50 شمسی، زمانی که معصی هنوز در ایران بود، به تیتر اصلی مجلات و رسانه‌های آن زمان تبدیل شد. گفته می شود کوروش پس از مدتی زندگی مشترک با معصی عاشق فیروزه شد و این عشق به جدایی از معصی و ازدواج با فیروزه انجامید. حتی مجله دختران و پسران که معمولاً کمتر به چنین حواشی می‌پرداخت نیز از این سوژه عبور نمی‌کند و با چاپ یک عکس رنگی از فیروزه در پشت جلد شماره مهر ماه سال 53 خود به استقبال این سوژه می‌رود. برخی شایعات حاکی از آن است که فیروزه که خود را یکی از دلرباترین زنان و خوانندگان زمان خود می‌دانست، نقش فعالی در این جدایی ایفا کرد. در مصاحبه‌ای که از او در رسانه‌های آن دوران نقل شده، فیروزه ادعا کرده بود: من جزو دلرباترین زنان ایران هستم و هر مردی را می‌توانم شیفته خود کنم. این اظهارات همراه با حواشی جدایی کوروش به معصی موجی از بحث و گفتگو را در میان طرفداران معصی و جامعه هنری به راه انداخت. معصی که به گفته نزدیکانش عاشقانه به کوروش وابسته بود، از این جدایی ضربه روحی شدیدی خورد. او این درد را در ترانه‌های ماندگاری مانند بیاخونه، بازیچه و دلغک به تصویر کشید. این آثار نه تنها بیانگر احساسات عمیق او بودند، بلکه به بخشی از میراث هنریش تبدیل شدند که تا امروز نیز شنوندگان را تحت تأثیر قرار می‌دهند. شایعاتی نیز وجود دارد که فیروزه و کوروش پس از ازدواج صاحب 2 فرزند به نام‌های هورا و سهیلا شدند، هرچند اطلاعات موثقی درباره زندگی خانوادگی آنها پس از این ازدواج در دسترس نیست. پس از جدایی از کوروش، معصی تصمیم گرفت مسیر زندگیش را تغییر دهد. او ابتدا با بهرام سنندجی صاحب یک کارخانه کفش ازدواج کرد، اما این ازدواج نیز به جدایی ختم شد. معصی پس از این 2 تجربه تلخ تصمیم گرفت تنها زندگی کند و با مادرش در آپارتمانی در فرمانیه تهران ساکن شد. معصی در تاریخ 7 شهریور 57 و پس از به آتش کشیدن سینما رکس آبادان به اتفاق خواهرش هایده مهاجرت می‌کند. شدت گرفتن تب انقلاب در ایران باعث می‌شود تا دیگر هیچ وقت نتواند به کشور بازگردد و تا آخر عمر را در حسرت دیدار وطن گذراند. او 1 سال را در لندن گذراند و سپس در سال 58 به لس آنجلس آمریکا مهاجرت می‌کند و در آن شهر کار هنری‌اش را به شکلی حرفه‌ای‌تر ادامه می‌دهد. فیروزه اما مانند بعضی از بازیگران سینما مهاجرت نکرد و در ایران با دخترش سپیده ماند و به کارهای خیر مشغول است. کوروش ناظمیان نیز در ایران ماند. او که زمانی مردی موفق و شناخته شده بود، پس از انقلاب وارد مرحله‌ای پیچیده و تاریک از زندگیش شد که در نهایت به دستگیری و اعدامش انجامید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 بسیاری از افراد مرتبط با نظام پهلوی و کسانی که به هر دلیلی مورد سوءظن قرار می‌گرفتند هدف بازداشت‌ها و احکام سنگین قرار می‌گرفتند. کوروش ناظمیان نیز از این قاعده مستثنا نبود. گفته می‌شود او در دهه 60 شمسی دستگیر شد و اتهاماتی مانند مشارکت در کودتای نوژه و نقاب به اعدام محکوم شد. برخی ادعا می‌کنند که کوروش در زمان جنگ ایران و عراق به دلیل فعالیت‌های تجاریش در آبادان و رفت و آمد به عراق متهم به همکاری با صدام شد. وقتی خبر اعدام کوروش ناظمیان به معصی رسید که در خانه‌اش در آمریکا بود، این خبر تلخ تأثیر عمیقی بر او گذاشت. اجرای زنده معصی در روزی که این خبر را شنید باعث شد غم و اندوه در چهره و صدای او به وضوح دیده شود. مرگ هایده خواهر معصی در سال 68 به دلیل بیماری قند نیز تلنگر بزرگ دیگری به او بود که زندگیش را تحت شعاع قرار داد. او دیگر در هیچ برنامه هنری حاضر نشد و 5 سال بعد هم ترانه‌ای به نام تو میای در نظرم را به یاد خواهرش اجرا می‌کند. معصی در نهایت در سال 1386
به دلیل بیماری سرطان در بیمارستانی در کالیفرنیا درگذشت. اعدام کوروش پایانی تلخ بر زندگی مردی بود که زمانی در مرکز توجهات قرار داشت.